تونی تونی امروز میخوام راجع به دوست صمیمی حرف بزنم. یکم اعصابم خورده که بک‌گراندم انقدر شلخ و پلخ است، ولی خب چیکار کنم، جا ندارم. امیدوارم بودم که زدن این عینک باعث شه که حوصله نداشتم آرایش کنم. اصلا روزا حوصله ندارم، ولی چون الان خلوته میتونم راحت صحبت کنم، ویدیو بگیرم، پس همینه که هست. امروز میخوام راجع به دوست سمی حرف بزنم. به نظرم دوست سمی داشتن، اینکه بدونی دوستت سمیه، پروسه خیلی سخت و طاقت فرساییه. مثلا آدم پدر مادرش، خانواده‌اش رفتار تاکسیک دارن، میفهمه، مثلا میدونه اینجوری نباید باشه. یا مثلا پارتنرت رفتار سمی داره، میدونی نباید پارتنر درست اینجوری باشه. ولی دوست سمی داشتن به نظرم خیلی سخته که بفهمی، چون به نظرم دوست کسی است که نباید اصلا سمی باشه، به خصوص برای تو. برای همین وقتی بفهمی یه کسی به اسم دوست که سمی، مثلا پارتنرت حالا به هر دلیلی بالاخره یه تایمی و شاید مجبور باشی باهاش سیر کنی، یا پدر مادرت، ولی دوست که دیگه میدونی دقیقا پوینت دوست به نظرم اینه که کسی بتونی راحت پیشش بشی و پشت سر خانوادت و پارتنرت حرف بزنی. پس وقتی اون هم سمی باشه، به نظرم آدم واقعا پاره هستش. من به شخص کانسپت دوست سمی و وقتی برام اتفاق افتاد که رفتم دانشگاه، فکر میکردم الان دیگه قرارم دانشگاه کلی آدمای خفن پیدا کنم مثل خودم، همه رو راستن، خودشونن، با هم دیگه حال میکنیم. بعد دیدم آو. ولی خب دوستای خوبی هم اونجا پیدا کردم. ولی خب اونجا بود که فهمیدم دوست سمی یعنی چی، و کم کم هی تشخیصم برای آدمای سمی، به خصوص دوستای سمی، بهتر شد. حالا ببین، یه سری وقتا از دوستت یه سری اخلاقه رو مخته، تو هم یه سری اخلاقه رو مخشه، ولی با هم دیگه سیر میکنید. این راجع به سمی بودنه، یعنی یک سری رفتارا که تو نمیفهمی، ولی وقتی با اون آدم وقت میگذرنی اینجوری که نمیتونم. خب بازم مثل همیشه یادداشت کردم، بریم سراغشون. دوستی که همش راجع به خودش حرف میزنم. یعنی ببین، کلا میبینتت همش واسه من اینجوری شد، حالا چه خوب چه بد چه خونسا، همش جوری که من اینجوری شدم، برای من اتفاق افتاد، بعد اونجوری شد، بعد به من گفت چی؟ Oh my god. بعد ببین مثلا هر چیزی رو میاد تعریف میکنه، یعنی یه سری چرت و پرت. من امروز رفتم ماکارونی درست کردم، آب قطعه، برای همین مجبور شدم نوشابه بریزم. بدم چی؟ نوشابه هم که ندارم، مجبورم توف کنم تو قابلمه. کاش که توف میکرد تو قابلمه این خاطر رو تعریف میکرد. ولی همش دوست داره راجع به خودش حرف بزنه فقط. برنامه ها اگه طبق میل اون پیش میره، اگه اون نخواد کنسله. تو آماده میشی، تو دوستات با هم دیگه لباس میپوشین، اصلا کل روز منتظر این قضیه بودین، میریم بیرون. بعد یهو تو راه میگه اون اتفاق افتاد، نمیدونم. اینجوری میکنم و بعد کنسل میشه برنامه. خودش برنامه میچینه، همه باید پیروی اون باشن، خودش هم نخواد کنسل میکنم. فکر میکنه تو احمقی. یعنی یک سری وقت هست یک سری از این ویژگی ها فقط مخصوص دوست نیست، کلا یه سری آدم فکر میکنن تو احمقی. مثلا با خودش نمیگه شاید این آدم مثلا داره به من یه فرصتی چیزی میده، فکر میکنن تو احمقی. یعنی ببین یه دروغایی میبینی میبافه، قشنگ تو رو خنگ فرض کرد، فکر میکنن تو اسکلی، فکر میکنن که تو غار زندگی کردی، الان پاشدی اومدی تو زندگی.
که من شاید تو غارم زندگی کنم ولی اینترنت که هست. فکر میکنم تو غار بودی که فکر میکنی آدم ها انقدر احمقن، برای همین تو رو احمق فرض میکنه، یه مثلا حرف احمقانه ای میزنه، تو شاید نفهمی اون لحظه که تو رو احمق فرض کرده، چون باورت نمیشه که اون انقدر احمق باشه ولی هست. تو رو تو شرایط خطرناک قرار میده. یک سری چیزا هست تو با من دوست برای دوستت انجام میدی، اصلا بدون هیچ چشم داشتی یا چیزی انجامش میدی، ولی یه سری وقت هست آقا تو باید اینو در نظر بگیری که دوستتو داری تو شرایط بدی قرار میدی و اوکی اون شاید به عنوان یه دوستم بیاد برای تو انجامش بده، ولی از کجا میدونی شاید اونو هم تو خطر بندازی. یعنی یک سری کارا هست که مرز باریکی هست بین این که طرف دوستت واقعا باشه یا دشمنت، چون واقعا یه کارایی میکنن. مثلا میتونم یه نکته ای رو که بگم اینه که آدم با حالا پارتنرش، دوست پسرش، هر کی میره بیرون و بهش میگه به مانش که من با این دوستم، بعد به این دوستم میگم که من با پارتنرم و به منم فلان گفتم، من اینو درک میکنم که آقا خیلی خانواده سخیان نمیزن با دوست پسرت بری بیرون و فلان و اینا و تو اینا رو میگی. خودم هم این کار رو کردم ولی جواب نداده ولی اومد و اون پسره تو رو دزدید و تو به مادرت گفتی که من پیش دوستمم و اون میاد میگه بچه من کو، تو که میدونستی چرا به من نگفتی؟ و این به نظرم جزو چیزای خیلی خطرناکیه که خیلی اصلا بهش اشاره نمی کنن، ولی خب تقصیر خانواده هم هست. انقدر احمق نباشین، انقدر ذهن بسته نباشین که بچه‌تون مجبور شه جونش رو تو خطر بندازه و دروغ بگه که تو نفهمین دوست پسر داره. به درک بشین پای حرفاش، بهش احترام بذار. به حال اون یه روزی با یکی میره تو رابطه، پس بهتره اونجا باشی که وقتی میره با کراشت لاس میزنه ولی میگه به خاطر تو این کارو کرده. من از یه پسر خوشم میومد، بعد کلا هم گفتم تو ویدیو قبلی اگه خوشم میاد از خیلی میرفتم بهشون گفتم، ولی سر این گفتم یکم بیا آهسته پیش بریم. بعد یه بار این دوستم با من اومده بود بیرون که پسر رو ببین یهو صندلی رو گرفت نشست رو به روش، اصلا یه جوری بود که انگار اون دوتا اومده بودن سر قرار. بعضی از این آدما که دوست تو هن یکم پیک میان و شاید باید اول پیک می توضیح بدم چون خیلی بد استفادهش میکنم. پیک می بودن یعنی یه سری کارهایی که تو میگی یا انجام میدی برای اینکه مردا از تو خوششون بیاد. مثلا میای یهو راجع به این حرف وای من عاشق فوتبالم، ولی نه هر کسی که واقعا فوتبال دوست داره پیش میاد. بابا یه وقتی از اول که دختر پسر نداره ولی میخواستم یه مثالی بزنم، مثلا پسر اینجوریه که دختر اینجوریه که من اصلا حوصله عشق ابدی رو میشنم فقط جام جهانی. این که بقیه دخترها رو میزنه زمین برای اینکه خودش رو ببره بالا، این پیک میه. برعکس پیک می هم میشه پرفورمیتیو میل، مرد چی میدونم اجرا کننده، از اونایی که ادا در میانش. من فمینیسم عاشق زنام، من کتاب فمینیسم میخونم، راه میرن کتاب میخونن، حالا نه هر کسی که باز راه میره. و حال خواستم یک خلاصه از ما بگم. بعد اون پسری که روش کرش داشتم من بهش گفتم ازت خوشم میاد، گفتش ببین تو تایپ من نیستی و اون دوست تایپ همه. و خب من میفهمم شاید جوری نباشم که اکثر پسر از من خوششون بیاد. اکثر پسرها یک دوست دختر میخواین که خوشگل باشه ولی نه اونقدر خوشگل، خفن باشه ولی نه اونقدر خفن، در حدی باشه که به بقیه بگن ببین این مال منه ولی در اون حدی هم باشه که خودشون بتونن هندلش کنن.
و اون دوست من واقعا دختر خیلی خوشگل جذاب، جدی من این قبول دارم، اصلا راجع به هیچ وقت موقع هیت دادن به نفر راجع به قیافه و شکلش نظر نمیدم، چون راه خلاقانه تری هست برای هیت دادن و کاملا میفهمم که چرا اون حالا از اون همچین دختر خوشش میاد. برای من جالب اینه که خود پسره هم همچین پسر خیلی باب میل اکثر زنا باشه این نبودش. میدونی خیلی وقت است که تو یه شخص آلترناتیو یعنی مثلا نمیدونم چجوری بگم آوانگارد تری، بعد میری یه پارتنر آوانگارد پیدا میکنی که میگی آها بالاخره ما دوتا، ولی میبینی اون مرد آوانگارد هم از یک دختر مثلا پلنگ خوشش میاد. هرچند بعدم وارد این مبحث میشیم که چجوری پلنگ بودن هم یک نوع آوانگاردیه، فقط چون بیشتر پذیرفته شده است تو جامعه به نظر نمیادش، ولی خب بگذاریم. خلاصه که اون دوست سمی میره با کراش تو لاس میزنه، ولی میاد میگه من برای تو این کار کردم، من برای تو رفتم جلوش نشستم باهاش حرف زدم اینجوری کردم برای بخاطر توه. هر کی منت میذاره اصلا دوست پارتنر پدرانه اشتباهه. منت هر مدلیش اشتباهه، تو رو درگیر رابطه هاش میکنن. ببین هی میگه اینجوری شد اونجوری شد، آره ببین تو میتونی بری بهش بگی، یعنی یک سری، یعنی تو هم اصلا میگن چرخ سوم رابطه‌شان که هیچ، انگار پسر با جفتتون قرار میذاره. یه بار بود یکی از بچه‌ها مثلا خودش نمیتونست بره به پسر بگه من دیگه میخوام باید کات کنم، به من گفت تو برو و منم رفتم، اصلا به یه برم هم نبود و من این کار برای دوستام میکنم. ولی اینا رو بذارین کنار بقیه اخلاقای دیگه، میبینی اون همش خیلی تو رو درگیر رابطه‌اش میکنه، ولی وقتی تو راجع به رابطت حرف میزنی کلا یک جور دیگه ای میشه. عجیبه، همش غر میزنه و ناراحته. ببینید ما هممون بدبختیم، یعنی ببین مثلا کار ندارم، بعضی فکر میکنن کسایی که مثلا مهاجرت کرده خوشبختن، بعضی که نه، من به عنوان کسی که مهاجرت کرده میگم تو فقط کافی ایرانی باشی تو بدبختی، اصلا شکی نیست توی موضوع. یعنی این من اصلا نمیتونم بپذیرم که یکی میاد میگه من فلانم بل، تو هر بلی بگی از بدبختیات یک ایرانی دیگه یک بلای دیگه ای داره که اونا هم بدبختیه و یکی میاد همش. ببین من دیگه نمیخوام راجع به بدبختی هم حرف بزنم، دلیل نمیشه وجود ندارن، ولی تو هی دوست داری راجع بهشون صحبت کنی و یک تایم خوبی که من اومدم داشته باشم میخوای خرابش کنی و معلومه که من اینو نمیپذیرم. ول کن، هممون بدبختیم، واقعا هممون بدبختیم. بر همین تو میای همش ببین اوکی میای در دادن میکنه اوکی، ولی همش 24 ساعت، یعنی وقتی میگم سلام چطوری پشت سر بقیه دوستاش حرف میزنن. ببینید من عاشق غیبت کردن و فلانم با دوستان و این کار انجام دادم، اونا انجام میدن با آغوش باز میپذیرم، ولی یه وقتی هست اصلا ببین طرف ببین فقط، یعنی همه باهاش بد کردن، همه در حقش بدی کردن، همه دوستاش بدی کردن، بهش اینو گفتن، باهاش اینجوری کردن و یه جوری تعریف میکنه که تو اینجوری اول چه کار زشتی کرد، بعد میبینی نه بعدم تو هم میشی یکی از همونایی که بدی کرده، تو میبینی تو هم میشی همونی که اون کارا رو کرده. کسی که از همه دوستاش در عجبش قرار میزده همشون یک اشتباهی کردن، اصلا ببین شک نکن تو بعدن میشی تو بعدن میشی جزو همونا. اصلا مهم نیست چی کار کردی،
آدمی که بخواد همش ایرادی از تو پیدا کنه و شخصیت قربانی داره همیشه موفق میشه. تو اصلا رگاتو بزن، نمیدونم خون تو بهش تقدیم کن، بعدن میگه رگاشو دیدی زد، خونشو خواست مثلا، تو که چرا کلیت رو ندادی؟ اینجوری میکنن تو رو تو شرایط قرار میدن که میدونه بدت میاد. اصلا دارم یه گفتن ندارم، اصلا واضحه. این یک سری وقتا هست مثلا تو شاید یک مکانی هست دوست نداری بدی، خاطرات بدی داری، اذیت میشی. یه سری وقتا هست که تو میای آقا یه جایی باید بری، مثلا دوستت میخواد بیای تو بدت میاد، حالا شاید بگی ول کن این دفعه رو میرم، ولی کم کم میشه وظیفه تو. چرا؟ چون آدم سمیه، نمیتونه تشخیص بده فرق بین لطف و وظیفه رو. نکته بعدی، تو به اون چیزای یاد اضافه میکنی ولی اون هیچی. یعنی ببین میری میبینیش چند ساعت، بعد که در میای تو کلی حرفای جالب راجع به کل دنیا و سیاره ها و چیزای مختلف زدی، ولی اون فقط راجع به مشکلاتش حرف زده و تو میای. ببین حس و قیافه‌ای که بعد از گذرن زمان با آدم میگذرنین خیلی مهمه. بعدش تو اینجوری ولی اون کلی چیزای جدید یاد گرفته. و میدونین بعد کی میفهمین؟ وقتی دوستیتون رو قطع کردین میفهمین شما هیچی از دست ندادین، هیچی. یعنی نه تنها هیچی از دست ندادی بلکه انرژی و سرحالی تو به دست آوردی، ولی اون خیلی چیزا رو از دست دادن. اصلا مشخصه، همش حس میکنی داری تلاش میکنی دوست خوبی باشی تا خودت باشی. به نظرم وقتی با یه آدم قرقروی دوستی که همش هم راجع به بقیه بد میگه و شخصیت قربانی داره و همه اینا رو برای تو تعریف میکنن، تو ناخودآگاه میری توی این شرایط که بخوای خلاف اون کسایی که باهاش عمل کردن عمل کنی، حتی اگه به قیمت این تموم شه که یک سری رفتاراتون مشترک باشه. و این باعث میشه که حد و مرزای خودتو بشکنی و از یه جایی به بعد تو دوست خوب. هیچ وقت به نظرم آدم حتی نباید تلاش کنه آدم خوبی باشه صرفا به خاطر اینکه فکر کنه بعدش یه چیزی رو به دست میاره. یعنی تو صرفا میخوای آدم خوبی باشی و این ته دلت خودت حس خوبی داشته باشی، ولی اینکه بیای یک دوست خوبی هم بخوای باشی برای اینکه طرف راجع به تو غر نزنه. و به این کار میگن دستکاری ذهنی. یعنی طرف هی میاد راجع به مشکلات، راجع به بدیایی که بقیه باشن انقدر حرف میزنه، بعدش هم هی میپرسه تو که اینجوری نمی کنی نه، تو که مثل بقیه منو ول نمی کنی نه. بعد تو چی بگی ببخشی اگه تخمی رفتاد من ولت میکنم؟ نمیتونی بگی. یعنی میتونی بگی ولی تو اون شاید اینجوری که مثلا نمیتونی بگی نه، تو میگی که نه و بعد تو میشی تو دیگه خودت نیستی. تو سعی میکنی یه دوست خوبی باشی و آدمایی که به زور میخوان تو نباشی و به جاش دوست خوب بودن رو براشون اجرا کنی، بعدن باز هم برات یه چیزی میتراشن که تو اون دوست بده باشی. تو سرت همش مکالمات تخیلی داری و بحث میکنی. تو میای خونه یا میخوای بخوابی هی با خودت اینجوری میشی آره باید بهش اینو میگفتم، آره بهش اونو میگفتم. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نتونستی حرفتو بزنی. چرا نتونستی حرفتو بزنی؟ چون آدم نمیپذیره تو این حرفا رو بزنی. اگه دوست دیگه دارین باش مقایسه کنین خیلی راحت تره. با خودتون یه دوستی که صمیمی نیست رو نگاه میکنین ببینید چرا من به اون آدمه فکر نمیکنم، چرا این مکالمه ها رو با اون ندارم. و مثلا من به شخص مستقلشم هر وقت یه آدمی هست فقط دلش میخواد حرف خودش رو بزنه، من بعدش دچار مکالمات تخیلی میشم. میگم تو ذهنم که آره باید اینو میگفتم، آره باید اونو میگفتم. ولی میدونین چیه؟ تو حتی اگه اینو اونم میگفتی اون بازم اصلا فکر نمیکنه که اونه که مشکل داره، بازم یه حرفی میاد میزنه.
وقتی میاد پیش تو که وقتش آزاده، یکی دوستت هست هی برنامه میچینه، هی پلن میچینه، هی کنسل میکنه، فقط وقتایی میاد پیش تو که دیگه هیچ کاری نداره بکنه، یعنی دیگه حوصله‌اش سر رفته. تو نظرم این به خودی خود بد نیست. به نظرم تو شاید یکی از دوستات رو هر چند وقت یه بار ببینی و هیچ اشکالی نداره، ولی اگه اون شخص اسم دوست صمیمی روشه و بازم تو جزو اولویت‌هاش نیستی و ادای اینو در میاری که هستی، این خوب نیست. از تو انتظار داره بار روانیشو به دوش بکشی. اینجور ادامه نکته قبلیه. ببین اوکی، من تو مشکلاتت هستم، بهت کمک میکنم، ولی دیگه ببین تو یه سری چیزایی رو از آدم میخوای که نیازهای اولیه انسان هست و مثلا خانواده آدم باید براش انجام بده ولی خب نداده و من تا جایی که بتونم هستم، ولی تو برات کافی نیست. تو دوست نمیخوای، تو اصلا نمیدونی دوست چی هست، به خاطر اینکه هیچ وقت تو زندگیت یادش نگرفتی و کسی که تو زندگیش یاد نگرفته دوست داشتن واقعا یعنی چی، میاد اون الگوهای تکراری که خودش یاد گرفته و سمی هستن رو تو پیاده میکنه و تو رو از دوست بودن در میاره. میخواد که تو پارتنرش باشی یا میخواد تو پدرش باشی یا میخواد تو مادرش باشی و اینو هر کسی دیگه، یعنی مثلا برعکسش هم هست، یعنی دوست پسری که تو رو بیشتر مثل مامان میبینه میخواد تو مادری کنی براش، یا مثلا مامانی که تو رو مثلا به جایی حتی شاید داداشش، به جای پسرش، به جای پارتنرش ببینه. هر کسی یک جایگاهی داره و تو نمیتونی به زور اونو از اون جایگاه بذاری جایی که خودش هم نمیخواد باشه و براش هم ساخته نشده. به حرفات گوش نمیده و قضاوتت میکنه. اصلا اینجا دیگه از بود دوست خارج نمی، کلا اینا اشتباهه. تو این مشکلات رو دیدی داری، میای میگی بذار این دوسته من باش حرف میزنم، مگه میشه با حرف زدن نفهمی؟ و تو میگی آره میشه. تو میای باش حرف میزنیم، ببین یک جوری حق به جانب رفتار میکنه که انگار مثلا تو دشمنشی. یعنی مثلا تو میای میگی ببین من این حس رو دارم، من اون حس رو دارم، و اون یهو اینجوریه که ببین تو اینجا اون کار کردی، نه ببین تو اینجا اون کار، نه. اصلا حرف زدنش تو میفهمی که حرف زدن با این آدم اصلا هیچ فایده ای نداره. اونجاست که اینجوری میشی واو. نکته آخرم انقدر بد خط نوشتم، نمیدونم چی نوشتم، این یکیه، آینه هم حالا شده بد کات. همونطور که تو ویدیوی قبلی گفتم که گفته بودم شما اکستون رو در واقع بعد کات کردن میشناسین، دوستم دقیقا همینه. من رابطه دوستیمو با یک سری از دوستام که قطع کرده بودم اصلا بعدش یک سری چیزا رو شد. یه سری از دوستام مثلا من دیگه بدون حرف و هیچی بلاکشون کردم، اونا هم دیگه با من سعی نکردن حرف بزنن، تموم شد رفت. یه سری دیگه شونو آنفالو اینا که هم دیگه پیام ندادم، اونا هم دیگه ندادن. یه سری دیگه شونو بهشون گفتم من دیگه نمیخوام بدون هیچ بحثی دوست باشیم و بعد اون گفت باشه و بعد از هر فرصت استفاده کرد تا هی بگی تقصیر تو بوده، تو که هیچ کاری نکرد، تو که فلان، تو که الی، تو که بلی. و اونجاست که تو اینجوری میشی. فرض کن دوستت سمیه، تو اول باش حرف میزنی و این نمیفهمه، پس تصمیم میگیری بدون حرف زدن رابطه رو قطع کنی و بعد از هر سوراخ سنبه‌ای تلاش میکنه که بگه نه تقصیر تو بوده. کاملا نشون میده تقصیر کی بوده هانی. یعنی
میگن اگه انگشت اشاره رو به سمت یکی میگیری 3 تاش به تو برمیگرده. خب پس من اینجوری میگم تقصیر تو بود. تو و میدونین جالبیش چیه؟ اینکه شاید دوست سمیت این ویدیو رو ببینه و بگه که تو خودت اینجوری، من که نیستم. و میدونین چیه؟ برام مهم نیست، چون فهمیدم نبوده تو زندگیم انقدر خوبه که اصلا برام مهم نیست تو فکر کنی من آدم بده زندگی تو هم. ولی تو خیلی چیزا رو از دست دادی، یعنی اصلا از این مطمئنم. خلاصه که این بود از ویدیوی امروز. رابطه دوستی تو کات کن، دوست تو لهش کن، بسوزون بخشکون. عوضش به جاش دوسته خیلی خیلی گلی دارم که اونا هم با من موافقن. یه نکته دیگه چی هست؟ اینو خواستم بگم. من داشتم با یکی از دوستام حرف میزدم راجع به یکی از دوستای دیگم که خیلی رو مخم رفته بود و داشتم میگفتم اصلا میدونی چیه، من مثلا از مدل اینجور آدم بدم میاد. یعنی من اصلا نمیدونم چرا ما دوست شدیم، ولی این آدم اصلا تایپ من برای یک دوست نیست. و اونم داشت میگفت دقیقاً آرتا، منم برام این سوالی که شما دوتا چجوری اصلا دوست شدین. و یه سری وقتا از یه سری شرایط آدما رو به هم نزدیک میکنه و خیلی زیبا و قشنگه، ولی تاکسیک بودن اون آدم تو رو یه جوری به دام میندازه. و خب چون گفتم تشخیصش شده دوستی سخت‌تره، شاید به همین راحتی نفهمین و در اومدن از توی سخت‌تره برای چون آدم به خانواده‌اش زندگی میکنه یا پارتنرش هر روز در ارتباطه، شاید زودتر بفهمی خودتون نجات بدی. ولی تو دوست خیلی سخته. خلاصه که مراقب خودتون باشین. دنیا 2 روزه، آدم هم یه بار زندگی میکنه. خودتون از دست آدمای تاکسیک زندگیتون نجات بدین. و اگه توی آدم تاکسیک هستی که بعد از دیدن این ویدیو واقعا به این باور رسیدی که من اشتباه کردم، امیدوارم بتونی خودتو از این اخلاق نجات بدی. بر خودت میگم واقعا. love you bye. یکیش الان موقع ادیت یادم آمد، دوستی که بقیه جلوش میان پشت سرت حرف میزنن، تو چرا اون انقدر با تو احساس راحتی کردن که بیان جلوی تو راجع من صحبت کنن و من اینو از کجا میدونم؟ تو میای تعریف میکنی. فکر کن اگه که مثلا فکر کن یکی بیاد پشت سر تو حرف بزنه، بعد تو اینو چجوری میفهمی دوستت برات تعریف میکنه؟ بعد میگه خب تو چی گفتی؟ اونم مثلا چیز خاصی نگفته. یا مثلا یکی از اعضای خانواده‌اش با تو حال نمیکنه، خب اون شخص هیچ وقت به روی تو نیورده ولی دوستت میاد میگه فلانی از تو خوشش نمیاد، مثلا مامانم از تو خوشش نمیاد، مثلا بابام از تو خوشش نمیاد، مثلا فلان و اینا. خب که میای خونم؟ خب عزیزم what the fuck. من فکرم اسم ویدیو رو بزنم با احمقا چجوری دوست نشیم. این از تاکسیک گذشته.